ملیسا؟ چی شد؟ چی گپ است؟ چرا با اینجا اومدی؟ گفتن که آمده بیانات دیم چون که کارگزاری بوده است. تعزیه مرا قبول کن. من در آنجا این را با تو گفتن نتوانستم. برعکس این تو تعزیه مرا قبول کن مجاهد. براستی من سخت غمگین شدم. خواستم به تو زنگ زنم ولی وطن زنده باد. وطن زنده باد. ما برادرمان را از دست دادیم. ببخش من دیر آگاه شدم و به تو زنگ زدن نتوانستم. امروز به سر قبر پدرم رفتم. ندانستم که چی بگویم. اگر غمگین نشوم هم ولی او را فراموش کرده نمیتوانم. آخر او پدرم بود مجاهد. هر قدری که به والدان نفرت کنیم هم ولی به فکرم هرگز آنها را فراموش کرده نمیتوانیم. اگر گریه کردن خواهی پس اینجا. گریه کردن میخواهم اما برای پدرم نه، برای آن روزهایی که سپری کردم. من غیر از تو دیگر کسی ندارم مجاهد. تو اینجا چیکار میکنی؟ این آدم کیست؟ میتوانید که ما رو تنها گذارید؟ این آدم کیست؟ هیچ کس. تو یگون چیز یافتی؟ علم گوش کن. یگون کس را یافتی یووز؟ گفتن نمیتوانم. برای چی گفتن نمیتوانی؟ ها یافتم. این رزیل یکی از همان قاتلان شکارچی را از جای حادثه به دیگر جای برده است. تو با آنها چی گفتی؟ با اونه با من نگاه کن. علم او همش رو با من گفت. با من هم بگوید. گپ زن. گپ زن. گپ زن. گپ زن. علم گپ زن حیوان.